به نام خداوند بخشنده و مهربان. امیدوارم که صدای ما شنیده می شود. سلام بینندگان عزیز. اولین برنامه از سلسله برنامه صدا می آید دوستان؟ خب دیگر شروع میکنیم. اولین برنامه از سلسله برنامه قصه هجرت رو آغاز میکنیم. این برنامه از هجرت آنهایی که خب با هر سبب وطن رو ترک کردن حکایه خواهد کرد. من بعد هر هفته روز یکشنبه ساعت 17:30 با وقت آلمان و ساعت 20:30 با وقت دوشنبه پخش میگردد. در این برنامه یکی از مهاجرین از چرا ترک وطن کردنشو و مشکلی های که در این راه دیده است قصه خواهد کرد و مهمان اولین ما در این برنامه سابق رئیس بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محمدی تشایف است. اینک حالا با او تماس میگیریم انشالله. خب الان زنگشون زده ایم. سلام برادر عزیز، خوش آمدید به برنامه ما. طبق اعلانی که در صحیفه پیام مردم بود و با شما گفتیم یک صحبت داشته باشیم و شما یکی از قصه های خود رو که در وطن بودید و چی مشکل برای شما آمده بود برای بینندگان و هموطنان عزیزمان قصه میکردید. بفرمایید. سلامت باشید برادر عزیز شهره جان. انشاءالله که ما صحبت خودمون شروع میکنیم. امیدوارم که هموطنان عزیز گرامی ما این برنامه ما را تماشا کرده باشند. به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم هموطنان گرامی. سبب هجرت بنده از تاجیکستان عزیزم نه به خاطر نبودن جای کار یا پست بودن سطح زندگی بود. الحمدلله با کمک الله زندگیم خوب بود، جای کار هم داشتم. فقط یک سبب بود که خداوند هجرت را به من نصیب کرد. سبب قبول نکردن ظلم بود. بعد از سال 2010 ظلم در وطن عزیز روز تا روز زیاد می شد. اگر بنده ظلم را قبول می کردم یا در مقابل ظلم خاموش می ایستادم، اینقدر مشکلی، تهمت و در آخر ترک وطن برایم میسر نمی شد. برای قبول کردن ظلم یا خاموش ایستادن در مقابل ظلم به من وظیفه و مبلغ کلان پیشنهاد کردند. بعد از فشار و غصب مالکیت، تهمت و مشکلی ها، بنده کشور آلمان را برای زندگی موقتی انتخاب کردم تا که مبارزه را بر ضد این حکومت خودخواه ادامه بدهم. زیرا خاموش بودن در مقابل ظلم خیانت به وطن، ملت و برادران زندانی است. حالا لطفاً به اون میگفتید که شما یکی از فشارها اشاره کردید. میگفتید که فشارها بالای شما چگونه شروع شد؟ از کی شروع شد؟ در انتخابات پارلمانی سال 2010 که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این انتخابات با یک روحیه بلند ملی و تبلیغات انتخاباتی فعالانه اشتراک کرد و اکثریت رای مردم را به دست آورد و این فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سبب شد که
حکومت خودکامه تاجیکستان خیانت در رأی مردم کند و فشار و تهمت‌ها را بالای فعالان حزب زیاد کند. من که در انتخابات سال 2010 در ناحیه رودکی نامزدیم را به مجلس وکیلان خلق مانده بودم و در سال 2012 مسئولیت بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه رودکی را به دوش داشتم. فشارها زیاد شدند. چی نوع فشارها بود؟ میتوانید به ما یک کمی شرح دید؟ هر هفته به حکومت ناحیه پروکراتور امنیت دعوت میکردند و در فعالیت بخش ناحیه مانع ایجاد میکردند و نمیماندند که فعالیت های سیاسی من را پیش ببریم. بهانه می آوردند قانون درباره تنظیم و جشن و مراسم ها را گویا که فعالیت ما با این قانون مطابقت نمی کند. موافق قانون جمهوری تاجیکستان درباره حزب های سیاسی بهانه های اینها اساس نداشتند. بنده که به این فشارها نگاه نکردم در دایره قانون فعالیت خیش را می بردم. دعوت میکردند و برای دست کشیدن از فعالیت سیاسی فشار می آوردند و می گفتند که ما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را از بین میبریم و تو را همچون اعضای حزب خلقی دموکراتی قبول میکنیم، تو را اعضای حزب خلقی دموکراتی میکنیم. همین خیلی فشارها می آوردند. گفتند که در همون وقتی که بعد از انتخابات سال 2010 دیگر مشکلات واقعا سختی بد بود و اینها همین خیلی فشارها را شروع میکردند و به اعضای قطاری حزب را ترس میدادند که اگر از حزب خارج نشوی یا که در فعالیت های انتخاباتی سال 2010 یا 2015 اگر از این فعالیت ها دست نکشی مقصد از زمین نزد حولگیت یا تجارتت را قطع میکنیم. همین خیلی فشارها بالای مردم می آوردند و یا پدر برادر اونها را میگفتند که از وظیفه سبکدوش میشوید اگر فرزند شما از این فعالیت ها دست نکشد و به همین راه اکثریت اعضای حزب را از حزب خارج میکردند. از شروع انتخابات پارلمانی سال 2015 ببخشید، شما در کشور گفتید که تجارت داشتیم. چی نمود تجارت میکردید شما؟ الحمدلله در تاجیکستان تجارت خوب، یک از تجارت های خوب فروش داروواری داشتن داروخانه ها بود که بنده در ناحیه رودکی 3 داروخانه داشتم. و همین خاطر فشارها مثال نه یک برای من، برای کل اعضای حزب فشارها بودند. بعد از شروع انتخابات پارلمانی سال 2015 فشارها به درجه عالی رسید که ما در بخش ناحیه 40 نفر نامزد و مجلس وکیلان خلق پیشنهاد کرده بودیم. از سبب فشارهای زیاد 32 نفر نامزدیشان را پس گرفتند. مثال میاریم که یکی از نامزدهای ما از جماعت اسنبوی که از مرکز ناحیه 70 کیلومتر دور است، نامزدیش را به مجلس وکیلان خلق پیشنهاد کرده بود. پدر اون که در وزارت دفاع تاجیکستان کار میکرد، پدرش را فشار آوردند تا که فرزندت از نامزدیش را پس بگیرد و همین فشار پدر پسرش نامزدیش را پس گرفت. و برادر دیگر که از جماعت اسنبوی از جماعت راحتی بود، اون را فشار آوردند که اگر نامزدیت را پس نگیری زمین نزد حولگیت را غصب میکنیم. خلاص تمام این برادران که 32 نفر دست کشیدن به همین راه ظلم و به همین راه فشارها برادرها نامزدیشان را پس گرفتند. یعنی از 40 نفر که شما اشاره کردید یگانه تنها 8 نفر بودن که نامزدیشان رو پس نگرفتن و برای انتخابات یعنی مبارزه خودشان می بردن. بله، از اونها یکی از برادران مبارز ما خداوند آزادش کند، برادر معاون رئیس بخش حزب در ناحیه رودکی برادر عمرشو دولت است که حاضر با تهمت 15 سال در زندان با تهمت این حکومت خودکامه زندان شده است. در مقابل رئیس حکومت ناحیه نامزدیش را مانده بود. بفرمایید.
شما بعد از آن این قدر مشکلی که الان برای هموطنان و برای بینندگان قصه کردید، می گفتید که چگونه و چی طور از کشور شما برآمدید، یعنی ترک کشور کردید، چگونه، چی طور؟ آیا برای پیش از آن شورا جان برآمدنتان که هنگامی من برآمدن یگان مانع ایجاد نکردند؟ پیش از آن که شورا جان من خیلی از کشور برآمدن رو برای برادران و هموطنان قصه کنم. چندی از فشارهایی که حکومت ناحیه بالای بنده آورده بود اون را برای هموطنان قصه کنم تا که از ظلم این حکومت خودکامه آگاه شوند هموطنان گرامی ما که ما جنایتکار نیستیم. بعد از انتخابات پارلمانی سال 2000 خصوصا رئیس ناحیه رودکی محمد رحیم یوسفوف دعوت میکرد و وظیفه سرخطیب ناحیه و رئیس جماعت زینب آباد یا مبلغ کلان پولی پیشنهاد میکرد تا که من فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه رودکی را قطع کنم. وظیفه پیشنهاد میکرد، مبلغ پولی پیشنهاد میکرد تا که من فعالیت را در ناحیه رودکی قطع کنم. معاون پروکراتور ناحیه جمشید نصرالدین رو دعوت کرده، میگفت که من در ناحیه سرپناه تو میشوم. میگم من ترا نگاه میکنم در ناحیه که یگان کس به تو کار نمیگیرد، چه خیلی تجارت تا پیش میبری، تمام چیزا من برای تو همچو سرپناه تو میشوم، بیا تو از فعالیت حزبی دست بکش و بخش ناحیه رو برهم بده. در جواب من گفتم من این راه را نه به خاطر منصب و پول انتخاب کردم، من این راه را به خاطر وطن، ملت و ایستادگری در مقابل ظلم انتخاب کردم و ان شاء الله تا لحظه های آخر به عمر از این راه هم دست نمیکشم. بعد از این پیشنهادایی که کرده بودن من قبول نکردم، شروع کردن به غصب مالکیت بنده را غصب کردن که در جماعت چارگل تپه یک زمین نزدیک حولگی داشتم، او را گرفتن. بنده که در پیشتر ذکر کردم در ناحیه رودکی 3 دکان داروفروشی داشتم، یک از خودم بود. با قرار رئیس ناحیه زمین جدا کردن و من یک داروخانه خودم ساخته بودم که این داروخانه رو چپه کردن و فعالیت 2 داروخانه‌ای که در ناحیه رودکی بود، فعالیت این 2 داروخانه را هم قطع کردن. حتی تاکسی کار کردن نمی‌موندن. این همه فشارات به فعالیت بنده تاثیر نرساند. شروع کردن به تهدید شروع کردن. قرارگاه بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه رودکی را بستند. صاحب این خانه که ما خانه اش را برای قرارگاه اجاره گرفته بودیم، آخر ماه می سال 2015 ساعت 5 صبح از خانه اش بازداشت شده به شهر دوشنبه میبرند و اون را تا ساعت 10 مهلت میتیند که اگر تو بخش ناحیه رودکی را محکم نکنی، اونها را پیش نکنی از ناحیه، یک تهدید خیلی هم وزین با اون کردن، تهدید تجاوز به اون مسافری 60-65 ساله کردن. باور کنید برادر عزیز شورا جان، وقتی که این مسافر ساعت 7 صبح به من زنگ زد که برادر محمدی به قرارگاه بخش ناحیه بیا که قرارگاه شما را دزد زده است و من این خبر را به رهبریت رساندم و با همراهی برادران نهضتی در قرارگاه بخش رفتیم که یگان مشکلی یا یگان اثری دزدی در قرارگاه دیده نمی شود. در همین لحظات صاحب خانه از یک ماشین پیدا شد با رنگ و روی پریده که فکر کردم حتما اون ماشین کارکنه امنیت بودن که از شهر این سحر بردن ساعت 7 به نزد قرارگاه وردن و تا ساعت 10 قرارگاه را شما محکم کنید. مقصد با رنگ روی پریده آمد. من با او خطاب کردم که برادر عزیز هیچ مشکلی نیست، همه در جایش، یگان دزدی اثر دزدی در اینجا نیست. گفت برادر عزیز مرا صبح ساعت 5 به دوشنبه بردن و تهدید کردن و گفتن که اگر تا ساعت 10 صبح اینا را از ناحیه پیش نکنی یا از دست اینا قرارگاه را نگیری،
ما بروکی تو را کشیده فلان میکنیم. باور کنم مسافر 60-65 ساله رنگ رویش سفید با هم خیلی خجالت زده گریه نمیکرد، فقط همین دیگه اونا نظارت میکردن که اون چه خیلی با ما صحبت میکرد و خواهش کرد که من خودم همون مسافر از ترس که من خودم ماشین میارم، شما تمام لوازمات که در این قرارگاه دارید از اینجا خالی کنید که وضعیت من خیلی هم بد شده است. دیگر ما با تصمیم رهبریت این حادثه را با معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان استاد محمد علی حید رساندیم و دستور شد که تمام لوازمات بخش ناحیه را بگیرید و به مرکز حزب به شهر دوشنبه بیارید. ما با کمک برادران تمام چیز را گرفتیم و بخش ناحیه رودکی را قطع نکردیم فعالیت، فقط قرارگاه بخش ناحیه را به مرکز حزب کشاندیم. دیگر بعد از این برادری عزیز شورا جان قصه خیلی جالبش است. مقصد همینم بگویم تا که برادران ما بفهمند که این حکومت چخیل با فرزندان این ملت با شهروندانش ظلم میکند. بعد از این معاون پروکورور ناحیه جمشید نصرالدین ما را دعوت کرد و گفت که تو 1 هفته مهلت داری، اگر فعالیت بخش حزب نهضت اسلامی در ناحیه رودکی را قطع نکنی ما برای تو دل جنایتی شدیم و بعد از 1 هفته بازداشت میشویم. 1 روز نگذشت که مسئول تنظیم ناحیه نعمت الله دولتوف ما را دعوت کرد و ناحیه گفت که برای تو دل جنایتی شدن، بیا فعالیت بخش در ناحیه رودکی را قطع کن که 1 هفته پس تو را بازداشت میکنم. من در جواب گفتم اخیر هرچی که ما فعالیت میکنیم در دایره قانون است. قانون درباره حزب‌های سیاسی ما را اجازه داده است که ما تا فعالیت خودمان به راه بمانیم. چرا شما اینقدر ظلم میکنید به این ملت، به یک حرکتی که مقصد حرکت ملی است، یک حزبی که از قلب تاجیکستان برآمد، چرا اینقدر ظلم میکنید؟ گفت دیگر اختیار در دست تو است، یا قطع میکنی یا بعد از 1 هفته بازداشت میکنی. بعد دیگر این مسئله را من به رهبریت رساندم. بعد از 1 روز باز یکی از همدهگان ما که در اوباف اپراولین شهری کار میکرد با نام گدایف عبدالخلیل ما را دعوت کرد، گفت برادر محمدی دستوری وزیر شدگی است که باید من با تو یک صحبت کنم. وزیر به من گفت که 1 همشهری شما بغض از 1 همشهری شما دیگر همه مسئولان حزب فعالیت حزب را قطع کردند. رفت با اون بفهمون که تا که اگر فعالیتش را قطع نکند 1 هفته بعد بازداشت می شود. و اون که از دهه ما بود من را نغز می شناختم، گفت که فکر کن برادر کاری تو مقصد جدی رفته ایستاده است، بر ضد تو پرونده جنایی باز کردگان، باید که تو بازداشت شوی. و تعریف و تفسیر از این حکومت خودکامه میکرد، تعریف میکرد که پرزیدنت این خیلی است، خیلی مقصد پشتیبانی از این رژیم میکرد. همین مردی که مرا دعوت کرد همسایه قشلاق ما بود، مایار میلیسا گدایف. و من گفتم برادر عبدالخلیل بیا ما 1 صحبت میکنیم، نه تو کارکنی وزارت کارهای داخلی، نه من 1 مسئول حزبی، همچو 1 همشهر همدهه صحبت میکنیم بین خودمان، انشالله بعد تصمیم میگیریم. و من در خدا شاهد باشد برادر شورا جان و هموطنان گرامی، من این صحبت های کردم با اون گفتم که شما اینقدر پشتیبانی از این حکومت میکنید، اینقدر پشتیبانی از این پرزیدنت میکنید، دستگیری میکنید به خاطر بقای این حکومت، این پرزیدنت ملت را ظلم میکنید، فرزندان ملت را شکنجه میکنید. حتی همین مرد گفت که من 4 رئیس ناحیه های حزبی در شهر دوشنبه و رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در دوشنبه برادر قیام الدین عوض با فشار و دستور من فعالیت حزبی را قطع کردند. من گفتم اینقدر ظلم به اینا کردید، انشاءالله که در قیامت جواب میتید و در این دنیا هم روز می شود که این حکومت خیلی که آدمای شخصیت هایی که از اول این را از یک کلخاز آوردن به این ریاست رساندن
تمام اون شخصیت هایی که به مثل سنگک سفرو، به مثل فیضعلی سعیدو، به مثل یعقوب سلیمو، غفار میرزایو، خانواده لنگریفا، خانواده چالوفا که در وقت جنگ شهروندی این را پشتیبانی میکردن، از پشت این قدر ملت تاجیک را به شهادت رساندند، چقدر به هموطنان ما را از وطن بی وطن کردند به خاطر بقای حکومت همین شخصیت. این شخص به آنها رحم نکرد، آنها را کشت و زندانی کرد. ملت این را شاهدی میتید. گفتم برادر عبدالخلیل، روز میشود که کاری تام تمام میشود، این حکومت همون قضیه که بالای اون شخصیت ها اومده بود بالای تو هم میآید. بیا با این ملت، با این فرزندان ملت ظلم نکن. در جواب گفت که تو فکر خودت را کن. همین عبدالخلیل فکر خودت کن برادر، اگر فعال میشوی ما دستور گرفتیم باید که تو زندان شوی. برای از چنگ این ظالمان رهایی شدن من با یک چهره خندان گفتم خوب برادر عبدالخلیل، من فردا در سایت نهضت رسما با عریضه با ثبت ویدئویی فعالیت بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه رودکی را قطع میکنم. من با شما قول میدم که قطع میکنم و ثبت اون را آورده و تو میدم تا که تو با گنرالت میبری، با کسی میبری برده بده که من فعالیتم را قطع کردم. دیگه اون بسیار خوشحال شد که این همدیهای من گپی مرا گرفته. مقصد گپی مرا در زمین نموند. اون به طرف کاری خود را من مستقیما حرکت کردم به مرکز حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با استاد سید عمر حسینی و محمد علی حید این قضیه را نقل کردم. گفتم استاد در خیلی مشکلات سه تهدید پی در پی به من شد. همش یک روز بعد رئیس ناحیه پرکرار ناحیه مقصد رئیس تنظیم همین مقصد خطاب کردن که تو باید زندان بشوی. و این قضیه را به آنها گفتم و استادان به من دستور دادن که باید که شما باید که تو دیگر ترک کشور کنی که وضعیت خیلی هم ناخوب است. و دیگر ما دستور گرفتیم روز 6 ایون سال 2015 با دستور استادان تصمیم گرفتیم که از وطن خارج شویم. برای مفصل شدن صحبت ها انشاءالله با دوام شد با ترک ذکر میکنیم. بعد از 2 ماهی که من هجرت کردم به من خبر رسید که همین شخصیتی که مرا تکلیف کرد یا دعوت کرد یا تهدید کرد برای دست کشیدن از فعالیتم، به من خبر رسید که 17 سال از آزادی محرومش کردن. ببین برادر شورت که ما اینا گفتیم که همین مصیبت بالای تو می آید. 17 سال از آزادی محروم کردن با چی جرم؟ با جرم خیانت به وطن، خیانت به خانواده این حکومت، خیانت به این پرزیدنت. 17 سال همین شخص را از آزادی محروم کردن. بفرمایید. سلامت باشید. واقعا قصه شما را گوش کرده من یک لحظه همون مثل فیلم واردی همون صحنه شدم و در جای شما یک خودم رو تصور کردم. واقعا اگر این قصه اگر همش یک فیلم ساخته شود و پیشکش بیننده ها در آینده اگر شود، من فکر میکنم که خیلی این در تاریخ همچون یک سند ثبت خواهد شد. ولی اینجا یک سوال به میان می آید برادر محمدی تشیف. شما در اون پیشتر یعنی اشاره کردید که شما رو به همکاری دعوت کردن، درست است؟ شما نگفتید که همکاری هاشون چگونه بود؟ یعنی به شما چی وعده دادن و یکی از وعده هاشون چی بود؟ همون میخواستیم کمی بیشتر شرح میدادید. و اگر امکان باشد اگر شما توانید به ما گفتن که نفری رو میدونید که با پیشنهاد و درخواست همین مقامات یعنی دعوتشان رو پذیرفته باشن و چی نوع همکاری رو میکردن؟ راستی گپ نمیدونم که کی چی نوع همکاری میکرد. ما رو خصوصا دعوت میکردن. گفتم در صحبت پیشین که خصوصا رئیس ناحیه رودکی شخصا مرا دعوت میکرد در برای پیش از فعالیت ما میرفتم با اون میخوردم حتی در
اتاق کاریش ما رو مقصد واخوری نمیکردیم، در بیرون یگان صحبتی میکردیم برای فعالیت‌های حزبی. وقتی که این مشکلی بالای من اومد، اون را مستقیما با اتاق کاریش دعوت میکرد، تنها با همراهی معاوناش با من صحبت میکرد که هر چی که میخواهی سرخطیبی ناحیه برای من پیشنهاد بدید یا سرخطیبی ناحیه. من گفتم من مولا نیستم. گفتن که یکی از جماعت‌های بهترین سردرآمد ناحیه جماعت زینب‌آباد است که برای فروش زمین نام برآوردگی است در جمهوری، که زیاده از 200-300 هزار هکتار زمین را فروختگی هستند، که خیلی پرونده ها از زمان ناحیه رودکی است برای فروش زمین که مبلغ همون جماعت رئیس جماعتی زیاده از 25-30 هزار دلار برای وظیفه را گرفتن. 30 هزار دلار میتی، بعد وظیفه رئیس جماعتی زینب‌آباد رو برای تو میدن. گفتن که مرحمت اینا برای رئیس جماعتی زینب‌آباد بشم. من راستی همه اینها رو رد کردم، خصوصا همون هم ده هم گفتم که با 17 سال زندانش کردن، همون برای من پیشنهاد کرد اگر اینجا نمیخواهی ما تمام همون دکانای تو رو که از دست گرفتن همون رو ما از سر برقرار میکنیم. اگر در تاجیکستان کار کردن نخواهی ما در روسیه برای تو کار پیدا میکنیم که هر ماه 1000 دلار معاشت میتیم. دیگر همین بود پیشنهادها و همکاری و مقصد اینها همکاری نبود. مقصد اینها فقط میخواستن که ما فعالیتمون رو قطع کنیم، فعالیت حزبی رو قطع کنیم، که دیگر مشکل بود برای اونا که خصوصا برای رئیس ناحیه ما که دیگر ناحیه ها گزارش میدادن که ما فعالیت حزبی رو دیگر ناحیه ها گزارش میدادن که ما فعالیت حزب رو در ناحیه ما قطع کردیم. این دیگر وقتی که اونا گزارش میدادن ما گزارش میدادیم که ما در ناحیه رودکی فعالیت داریم. برای اینا سنگین بود، دیگر هر چی میخواستن اینا وعده میکردن. سلامت باشید. دیگر بفرمایید. شما سوال دادید که چه خیل هجرت کردید بعد از این قدر مشکلی ها. اگر اجازت دید همین هم یک صحبت داشته باشیم. بعد از این مشکلی ها که من کردم، هر یک قدمم تحت نظارت امنیت ناحیه بود. هر یک قدمم فروخ نام یکی از کارکنان امنیت ناحیه وظیفه‌دار بود که قدم به قدم من نظارت کنه. باور کنید صبح برق میخیزم در پشت خانه مرا منتظر است. مقصد یک بهانه قطعی در پشت خانه من همون فروخ نام کارکن امنیت نظارت میکرد. وقتی که من تصمیم گرفتم هجرت میکنم، دیگر باید که یگان راه را پیدا کرد. دیگر یگان راه اگر ما پیدا نمیکردیم، یگان برنامه ریزی نمیکردیم، شاید که دیگر ما هجرت کردن نمیتونستیم. با برادرم حبیب الله، بغیر از این برادرم که حاضر با همراه من در هجرت است، فقط با همون من مشورت کردم که برادر من تصمیم گرفتم که باید روز 6 ایون از تاجیکستان برایم. دیگر باید که تو فردا ساعت 8 در پشت در قرارگاه حزب با تاکسی مرا منتظر شوی. اگر من مستقیما با ماشین خود به فرودگاه میرفتم شاید که مانع ایجاد میکردم. و برادرم حبیب الله رفتم با تاکسی در پشت در از طرف مسجد حزب، قرارگاه حزب در مرکز منتظر بودن و من با ماشین خودم به مثل هر وقته گویا که به کار میروم با ماشین خود حرکت کردم به طرف مرکز حزب به شهر دوشنبه و اون کارکن امنیت هم مستقیما از پشت من نظارت میکرد و من در نزد قرارگاه حزب ماشین را ماندم. او در روبروی دانشکده صنعت مرا نظارت میکرد با ماشین خود و من مستقیما به داخل حزب شدم و با استادان خداحافظی کردم. گفتم خیر من ساعت 9 پرواز دارم و از در پشت، از در احتیاطی حزب از پشت برآمدم با تاکسی به طرف فرودگاه حرکت کردم و پیش از آن که برادرم حبیب الله برود سحر بعد از نماز بامداد فقط همسرم گفتم که همسر عزیز من امروز هجرت میکنم فقط صبح بعد نماز، که دیگر اگر خداوند برای ما مهلت بدهد ان شاء الله در آینده با میبینیم، اگر نه دیگر توکلم به الله که خیلی هم مشکلی زیاد شده است.
و بعد ساعت 9 مستقیما بنده از تاجیکستان به قزاقستان پرواز کردم و روزی ششم تا 16 ایون سال 2015 برای دریافت ویزای اروپا من در قزاقستان بودم. وقتی که بنده روز 16 ویزا را به دست آوردم و به خانواده‌ام تلفن کردم که الحمدلله من جابجا شدم، دیگر هر کسی که ما را پرسید یا که یگان چک کرد گپ میزنید که اون به کارکنی یا به روسیه به هر کجا که باشد رفته است. خلاص از روز 16 از الماتا پرواز کردیم به شهر ویلنیوسی لیتوا و همان روز که در لیتوا روز 16 رسیدیم مستقیما به شهر دورتموند آلمان سفر کردم و روز 17 خود را در شهر دورتموند آلمان همچون یک پناهنده سیاسی سپاریدم. این بود قصه هجرت بنده که تا کشور آلمان رسیدم من. سلامت باشید. یک چیز برای ما روشن میکردید. قبلا ما یک برنامه با برادر شما داشته بودیم، حبیب الله تشیف، و آنها از فشارهایی که بعد از هجرت شما گویا به خانه شما آمده باشند و یک چند تعداد از اسلحه ها رو در خانه شما گذاشته بودند. همین اگر روشنی می‌داختید برای بینندگان به فکر گفتیم در هجرت کردن الان تعداد مهاجران هم به نهایت زیاد است. به خیلی که ما و شما معلوم است، درست است که آمار یک آماری دقیق نیست، ولی به هر حال تعداد مهاجران از 2 میلیون شاید گذشته باشد و ما هم کوشش میکنیم که انشالله در برنامه‌های دیگر چهره‌ها، دیگر شخصیت‌ها و نفرهایی که سبب ترک وطن کردنشان بودن، از هجرت کردن، انشالله که در برنامه این بعد چی میکنیم. ولی سوال از موضوع بیرون نبریم. همون سوال بود که چی طور همون اسلحه در خانه شما چی کردن؟ بفرمایید. خیلی خوب کردید برادر شورا جان، این سوال را به ذهن من آوردید. راستی میخواستم در وقتی رفت هجرت امیر ما یک تذکر میدادم به هموطنان گرامی. وقتی که من بعد از 3 ماه این حادثه بالای خانواده ما شروع شد، وقتی که دیگر تمام فشارها را برای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آوردن، دیدن که یگان راه نمی شود. حادثه سپتامبر سال 2015 را این حکومت خودکامه تحریزی کرد و در این حادثه چقدر فرزندان این ملت را به شهادت رساند و چقدر فرزندان دیگرش را با تهمت حکم طولانی داد و زندانی کرد. در حادثه سال سپتامبر سال 2015 که ملت تاجیک دیگر شاهد است که این صحنه‌سازی خود حکومت ظالم خود این حکومت بود و بعد از بازداشت دست جمعانه اعضای ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که از 16 سپتامبر شروع شد، روز 19 سپتامبر من از این حادثه های بازداشت ها با خبر بودم در آلمان و از خانواده من زنگ زدن اویلم که یک گروه 40 نفره خانه ما را محاصره کردند و دارن که خانه را کفتگاه میکنن. بعد من گفتم که کی است؟ گفت که از همه ساختارهای حکومت هستند. من گفتم تلفن را به یک تایونا بده که من تو با اونا صحبت کنم. و تلفن اویله من را معاون پروکورور که من نامش را پیش ذکر کردم، جمشید نصرالدینov، تلفن را گرفت و با من صحبت کرد. من وقتی گفت که اونا فکر کردن که من در تاجیکستانم، این صحنه سازی را در خانه من کردن گویا که من در تاجیکستان باشم. اونا نمیدونست که من هجرت کردم در خارج کشور. اونا خیال کردن که من
در تاجیکستان یک اونجا پنهان کردم که من 3 ماه پیش از این حادثه از تاجیکستان برآمده بودم و وقتی که با من صحبت کرد گفت بیا با خانم. من گفتم که من در روسیه هستم. اگر میگفتم من در اروپا هستم اونها شاید که با برادرم حبیب الله یا با خانواده‌ام یگان مشکلی میکردم، شاید که اونها را زندان میکردم. و من گفتم که من در روسیه هستم. گفت با خانم گفتم که در روسیه. گفت چه خاطر در روسیه هستی؟ من گفتم من 3 ماه شد که در روسیه هستم. بعد گفت که بیا. من گفتم که من برای جابجا کردن حجت ها کمتر وقت لازم است برای من حجت هایم را جابجا میکنم، بعد از چند وقت ان شاء الله به وطن میگردم. گفت بیا. بعد من در جواب گفتم که چرا این تهمت را کردی؟ چرا این تهمت را کردی که من اینقدر تیر و توپ آوردین در خانه من موندین؟ من چقدر عقل دارم که من فرزند نابالغ دارم، اینقدر تیر و توپ را در خانه میمونم و 3 ماه در روسیه میگردم. چرا این تهمت را کردی؟ گفت که تو بیا ما مصلحت میکنیم، این را خودمون حل میکنیم. حتی اگر ان شاء الله برادر شورا جان در برنامه آینده اگر خدا برای ما دست داد تمام اون سندهایی که اون با من صحبت کردگی ثبتاش هست ان شاء الله. اگر وقت نشد که من اون را در اینجا بمونم ان شاء الله صحبتایی که با من کرده بود ثبتای اون را من دارم. حتما الان فکر میکنم یک کمی برنامه ما هم طولانی تر شد. اگر کوشش میکردیم یک کمی کوتاه‌تر میکردیم. امین برای ما نازی چی است که الان امین خانواده اتون همراه اتون هستند و چگونه چخیل به شما پیوستند؟ یعنی چی مشکلی ها پیشان اومد؟ چی مانع شد؟ یگان مانع نشد؟ مشکلی نشد؟ میفرمایید. برنامه بنده بعد از این مشکلی ها که مثال بود، من برنامه داشتم که تا وضعیت خوبتر شدن من به وطن برمیگردم. گفتم که وقتی که وضعیت خوب شد من میگردم به وطن. من برنامه داشتم که دائمی در اروپا بمانم و متاسفانه برنامه حکومت دیگر بوده است که این حادثه های سال 2015 را بالای ملت بار کرده، ملت را تهمت کرد، چقدر فرزندای اون را زندان و به شهادت رساند و تصمیم گرفتم که خانواده‌ام را با آلمان بیارم. در این وقتی که دیگر من با اونا گفتم که من در روسیه هستم، اونا فکر کردن که من برمیگردم به تاجیکستان. بعد 2 روز بعد از بازداشت همسرم و برادرم حبیب الله اونا را جواب دادم. بعد از 2 روز با من صحبت کردم، من گفتم من برمیگردم به تاجیکستان و از همین حالت من استفاده کردم، از این تاکتیکای جنگی استفاده کردم. من اونا وعده دادم که من برمیگردم. چخیلی که با مایور گدای وعده دادم که من ثبت ویدیویی میکنم، فعالیت رو قطع میکنم، با اینا وعده دادم که من برمیگردم به تاجیکستان. و در همین حالت من شروع کردم با حجت گذاری فرزندانم. درست بود و برای حجت گذاری برادرم حبیب الله و با کمک و دستگیری برادرانی که هستن، برادران مرد هستن، فرزندان ملت که در حکومت کار میکنن، اون واقعا برای ملت دلشون میسوزد. باور کن برادر شورا جان هستن در هر ساختارهای حکومت هستن برای این ملت دلسوزها و با واسطه اونها من حجتهای برادرم حبیب الله را درست کردم. ماهی فکر میکنم اکتبر آخراش یا نوامبر بود، با واسطه همون دوستایی که در حکومت کار میکردن برادرم حبیب الله را مستقیما از فرودگاه شهر دوشنبه به روسیه روان کردن. بعد از اون با مشورت همون دوستایی که در حکومت کار میکردن یگان چه که مقصد یا خوبی از ما بود یا که دلسوزی واقعا همون حکومتدارایی بود که دلشون میسوخت برای ملت، نمیخواستن که بیگناه مردم زندان شود. با مشورت اونها همسرم و فرزندانم را از فرودگاه کلوب که من یگان خشی تبارم یگان مقصد کس درک نمیافت که فرزندان من از تاجیکستان برآمده. اگر اونها میدونستن خش تبار من نمیموندن. حتی برادران من مانع ایجاد کردن که باید فرزندان من پیش من آیند. دیگر من با واسطه بلیط گرفتم با اونها و با واسطه یک برادر دیگر اونها را مستقیما شبانه به کلوب روان کردیم و از کلوب به روسیه آمدم و با همراهی برادرم حبیب الله مستقیما از روسیه به سرحد پولشا آمدن و از سرحد پولشا گذشتن
به طرف آلمان حرکت کردن. ماه دکبر فکر میکنم اولای دکبر که الحمدلله با کمک خداوند، با دعای دوستان و برادران و با خدمت اون برادرانی که واقعا دلشون برای ملت میسوخت در حکومت کار میکردن، با کمک اونها فرزندان و خانواده من به نزد من رسیدن. این بود قصه کوتاه بود یا دراز بود از هجرت بنده. سلامت باشید. حالا یگان پیام یا پیشنهاد برای هموطنان، برای بینندگان داشته باشید، بفرمایید. برادر شورا جان، اگر اول بخشش میپرسم برای دراز شدن صحبت و در آخر میخوام یک چند خطاب یا مراجعت به دو قشر جامعه تاجیکستان بکنم. یکم به اون شخصیت هایی که در حکومت کار میکنن، در ساختارهای حکومت کار میکنن، با اونا خطاب میکنم که برادران عزیز، هموطنان گرامی، کارکنان امنیت، هموطنانی که در وزارت کارهای داخله، در پروکراتور، در سود کار میکنن، ظلم به ملت خود برای بقای این حکومت خودکامه نکنید. برای بقای این رژیم که دارد برای مستحکم کردن خود همه کار را روا میبیند، برای ملت نیست کردن ملت، برای این بر ملت خود و هموطنان خود ظلم نکنید، مردم را بیگناه زندان نکنید، مردم را تهمت نکنید که حادثه که بالای ذکر کردن، بالای هم شخصیت هایی که پیش و مثل سنگک و فیضعلی و یعقوب سلیم و غفار میرزای بالای اونا آمده، روز می شود که بالای شما هم میاد. مثل مایار گدایف که بالای اون آمد 17 سال زندان کردن با جرم خیانت به وطن. روز می شود که شما را هم خائن ملت خطاب میکنن و شما را هم زندانی میکنن. دست بکشید از این ظلم و ستم بالای مردم و ملت خود. دوم مراجعت من با هموطنانم است. هموطنان گرامی، با فتنه و نیرنگ این حکومت باور نکنید. چند روز از در رسانه ها میبینم که چند از برادران مبارز که با فتنه و نیرنگ با ظلم و ستم اونها را به تاجیکستان بردارن، روز میشد که اونها را هم زندانی میکنن. اونها نمیمونن. اما برای یک فتنه، برای بقای همین حکومت که در آینده فکر میکنم سال 2020 انتخابات پرزیدنتی است، برای همین این مردم را حرکت دارن که تا که ببرن. روز می شود که چخیلی که این حکومت خیانت به ملت کرد، خیانت به صلح این ملت کرد که ملت اینها را بخشیده بود. واقعا سال 1997 ملت اینها را بخشیده بود و صلح کرده بود، لیکن این حکومت کینه داشت در دل، غرض داشت در دل، این بخشش ملت را قبول نکرد و خیانت خدا دوباره شروع کرد و تمام اون شخصیت تمام اون ملت که با این عهد بسته بود صلح کرد، اون صلح از بین برد. و میگویم که به شما هم رحم نمیکنه. همه این فتنه و همه این برنامه‌های داره صحنه سازی برای بقای حکومت خود است. این بود مراجعت من به هموطنان گرامی. سلامت باشید. سلامت باشید. بخشش زیاد از هموطنان و از شما برادر عزیز که صحبتام طولانی شد. واقعا این یک دیگر باید این سخن‌ها گفته شود که مردم درک کند که اینقدر برادران ما زندان شدن، اینقدر برادران ما کشته شدن، همه اینا با تهمت، با صحنه‌سازی بود. سلامت باشید. خب بینندگان عزیز، این بود قصه یکی از مهاجران و مهمان برنامه ما محمدی تشیف. اگر یگان نظر فکر و اندیشه دارید زیر این نوار بکارید. فعلا با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر. خدا یارتان باشد. سلام علیکم.